علی اکبر اوهکی در موسم امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان دروازه دسته CSKA پامیری دوشنبه را دفاع می کند. او از ایران است. 25 سال دارد. از اونجایی که تاجیکی ها هم همزبونیم هم فرهنگیم، خب یه حس غریبی بین ما هست و اینجا تیم زسکا یک ترینر ایرانی داشت که ما رو معرفی کرد به باشگاه. ما هم اومدیم شرایط رو دیدیم، مربیان ما رو دیدن و این شد که تصمیم گرفتیم که امسال سال ورزشیمون رو اینجا بگذاریم تو تیم زسکا. این لیگانر ایرانی میگوید تجربه 14 ساله فوتبال بازی دارد و در حیات تیم‌های قبلیش در ایران موفقانه بازی کرده است. می‌خواهد با دسته CSKA پامیر هم موفق شود. اینجا اول کار ما نیست، آخر کار ما هم نیست. همونجوری که ما اومدیم اینجا به فوتبال در حد تواناییمون به فوتبال تاجیکستان کمک کنیم، خب همین انتظارم میره که فوتبال تاجیکستان به ما کمک کنه. یعنی ما نیومدیم اینجا که تو همین سطح بمونیم. ما اومدیم که فوتبال تاجیکستان به ما کمک کنه که این سطح بریم پله‌های ترقی رو طی کنیم. علی اکبر در حیات تیم CSKA پامیر یگانه لیگانر نیست. هموطنی او محمد علی پور هم امسال به این دسته پیوست و در خط حمله بازی می کند. او با آمدن به فوتبال تاجیک نقشه دیگر دارد. میخواستم تجربه اینو داشته باشم که بیرون از کشورم فوتبال بازی کنم و از اینجا به کشورهای اطراف ترانسفر بشم، مثل اوکراین، مثل روسیه. در برابر محمد و علی اکبر در حیات دسته های لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در عین حال 18 نفر فوتبال بازان خارجی یا لیگانرها بازی میکنند که نمایندگان 7 کشور بلاروس، گانا، روسیه، ازبکستان، اوکراین، ایران و استونیا می باشند. در حیات دسته نوی لیگ عالی کوکتوش ناحیه رودکی از همه بیشتر 6 لیگانر بازی میکند که 4 نفرشان از ازبکستان، 1 نفری از گانا و روسیه می باشند. فوتبال کلوب گازگن یاردم برگان کردی. از دستمون چیزی که اوید به دسته کمک میکنه. من در دسته جوانان اکادمیای فوتبال پختکار تربیت یافتم. سال یکم است که اینجا هستم. من با دوستم 2 نفر به این دسته آمدیم. شرایط ها همه خوبند. من اصلا در ظفرآباد تاجیکستان تولد شدم. پرینس ارتور از گانا زیاد از 2 سال است که در این تیم بازی می کند. به نظر می رسد که به شرایط تاجیکستان خوب عادت کرده است. الکی با زبان تاجیکی حرف می زند. مرا اوزی 21 ساله بعد 2 ماهی مرا 22 میرا مرا گانا آفریقا. از کشوری آفریقا گانا. بسیار خوب. برای چی فقط برای چی همین تاجیکستان انتخاب کردی؟ همینجا آمدی در دسته کوکتوش بازی میکنی. کیو ور شما را؟ مکاتی اگنت کو میکنی، اگنت شادا چالی فرد میکنی بیو تاجیکستان فوتبال نامانا عمر میشه گمنازن آجی نچانی کماندا بازنده همه کاتیما سوت کو میکنی. با قول سرمربی دسته کوکتوش علی جان ترودی نظرف با نظرداشت ریگلامنت یا دستور لیگ فوتبال تاجیکستان نمی توانند همه لیگانرهایشان را در یک بازی وارد میدان کنند. من همین است ما به خیلی دشوار است در هر یک بازی 4 لیگانر بازی میکرد، لیکی ما 6 نفر لیگانر داریم. ما خیلی در این کار میکنیم که لیگانر را حرکت میکنیم که همش بازی کند، برای که لیگانر ما خیلی بازیگرای خوب هستند. لیگانرهای فوتبال تاجیک میگویند هرچند معاش بلندی نمیگیرند از شرایط بود و باششان در تاجیکستان قناعتمندند. ولی خب ما بیشتر اون دستمزدی که میگیریم شاید 80% رو دوباره خرج همین فوتبال میکنیم. یعنی این آلیکی که ما میگیریم دوباره برای تغذیه‌مون، تغذیه ورزشیمون، بوتسی که میگیریم، دستکشی که میگیریم هزینه میشه. ولی خب هر انسانی با اول سرمایه گذاری کنه بعد برداشت کنه. ما الان رو خودمون سرمایه گذاری میکنیم که انشالله در سالهای آینده به لطف پروردگار شامل حال ما میشه لطفش و انشالله ما برداشت میکنیم چیزای بیشتری رو.
Как могли, мы улучшили их условия, мы, значит, сняли им квартиру. то ҳадди имкон мо шароити онҳоро муҳайё кардем. барояшон хона иҷора гирифтем ва 3 вақт бо хӯрок таъминашон мекунем. вақте мо онҳоро даъват кардем гуфтем ки дастаи мо базаи худро надорад ва танҳо метавонем барояшон хона иҷора бигирем. Давать это питание. ба назари коршиносони соҳаи футбол даъвати легионерҳо ба тимҳои кишвар хуб аст ва метавонад ба боло бурдани сатҳи бозии футболбозони маҳаллӣ кӯмак кунад. Легионер должен быть на голову выше наших игроков. легионер бояд як сару гардан аз бозигарони маҳаллӣ боло бошад. агар мо легионерҳои дуюм дараҷаро даъват кунем маъние надорад. сатҳи бозии легионер бояд баланд бошад. дар он сурат ӯро мешавад легионер гуфт. А легионер он должен быть на голову выше.